درود خداوند بر شما بینندگان گرامی. اینک ما رفته استیم شهر طائف. اینا با همراه برادرها باز میریم شهر طائف و بنوار میگیریم، جایی که پیغمبر محمد صلی الله علیه و سلم سنگسار کردن. میریم از همون جای زور شب بنوار میگیریم. همه کسا یک جای دستگیری لایکور هم خیلی بانگ میزنیم که هم خیلی نوار تیچ شود. همه جا زنده باشه شهر همه کسا دستگیری. اینا شهر بچه‌ها دیده کورا بینه. اینا عربستان وجود همه چا علف برآورده است. همه کسا تماشا میکنه. احتیاط کنه که پارک نه برادرو. ای تماشای شهر طائف حلاوت بردیم. این طبیعت ببینن. نه که شما با توریستان میبرید. باور کنه که این جوانای توریستان شده است که هاش هم علف برآورده است. چیکار باشه؟ تو کلمه نگاه بزنه. ببینه. چوی ببینه راه ببینه طائف. این شهر بسوی طائف رفته است. موجه نگاه که خشروگیش حوازی. موجه خشروگیش پیدا شده است. بینندگان گرامی ما با شرکت یکای فروخ اومدیم. باور که تمامی همه جا را گردونده است. ایرابی یکای فروخ اینجا که جای شهر طائف است. اینجا همین درآمدگاه شهر طائف یک قریب 2 کیلومتر ای میقات گذاشتیم. البته طرف مسجد عباس میریم ان شاء الله. طرف مسجد عباسیان ها. مسجد عباس. ایرابی بازی بیرابی. همین نوار ما یکو باردارو کلمت که میبینه باور کنه اوسپک نبی. این خیلی سالقینی در حیات عمر شدگی نبوده. به حد سالقینه. امی چه بگم رنگ اینمی در تابستان خود مورد نیست. چند روز باشه همیز جا کمی خیلی سالقینه کرده. خیلی اوجه کم خنک میخری. همی کم خنک میخری. باور که عجایباتی بعد بابا خانه نگاه که با خدا که راحت کرده سیمه ایرابی بابا خان دم گرفته است در سالقینی. برادری ما در شهر طائف رسیدیم. مسجد عباس خواست میریم انشاءالله نماز جمعه را میخونیم. با برای شما نوار میکنیم. داشت رفتیم. باباش بابا کان انجیر خریدی عشق چه خیلی کوماداش. در مسجد عباس رسیدیم دیدی. حاضی میره درنش سیونکا میکنیم. اینا میریم همه کسا مسجد عباس میریم. آقا نمیتی بچا تو سیونکا تو کوم خیلی مزاش خیلی وجود زن کو بسم الله الرحمن الرحیم. طائف thanks باور طائف به حالان رو اوش چاو انجور خشرو نکس مازه انجور خونو نداره. مازه انجور خونو به مازه یک خواهر مقارنی بدن باور به مازه دلی منظور باچی. اینا باور مسجد عباس نمیخوام میدرویم. بسم الله الرحمن الرحیم. اینا تابچکو در جای سوز نه. اینا دیدی مسجد حضرت عباس. اینا بسم الله الرحمن الرحیم. دیدی اینا بابای خان نماز خونده است. تاجیکی بازیب کی باشه. علیکم بینندگان گرامی. این مسجد که میبینه مسجد عداس اینا عداس. این مسجد برای چی مسجد عداس میگن؟ عداس کیه؟ برای شما معلومات میتیم. کما به شکل که میدونیم مقصد یک کتاب خونیم از برای شما معلومات میتیم. عداس کیه؟ عداس همون شخصیتیه که وقتی که جناب پیغمبر صلی الله علیه و سلم سنگسار میکنن همه سر دهن همه تای خونه میآید. همینجا دکه فهمیدی؟ هم کاغذایی میشود که حضرت جبرائیل میاد علیه السلام میگه که یا رسول الله میگه امر که می دکه هم میگه میبردارم هم که در این بالا شهر طائف میزنم. این میگه این شهر نمیجده در جایی که میزنم. شو حضرت پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگه که
میگه که نه شاید میگه اینجا میگه مسلمان بقوا بخوز ای همه قاره قاره بقواترین در دنیا همین جای این مسجد برای چی عدوس میگن عدوس کیه باز برایش ما عدوس یا نصرانی بود که وقتی که جناب صلی الله علیه و سلام شیشتگیه انگورش میاره اینجا وای انگور هست اینجا انگور با انگور میکنن بسم الله الرحمن الرحیم میگیرن میکنن عدوش در حیرت میمونه غلام بود میگه که چون این خیلی کلمه میگه این دهی جونیست میگه با همه عدوس مسلمان میشه همین مسجد عدوس هست اینا برادر از میدوه مسجد عدوس میگفته مسجد عدوس هست عباس دا اصلا مسجد عباس اصلا برادرها این میجا شهری تویفای بابای خان نگاه کن نگاه بابای خان حاجی جان تماشا کن اونو که دیدی اونو که اینجا که دیدی این میکه وقتی یک سانسورش میکنن این میجا اینجا عدوس اینجا باغ خرما ان میجا بود فهمیدی باغ انگور هم جا بود حضرت پیامبر صلی الله علیه و آله انمو که میروا در تمام کوزی خیلی گلوی غاز شیدگی فهمیدی انمو جا میروا اینا دیز بینوش چه زوران اینجا به حسب حاصل خیلی زورا در تا اونجا بهش به حضرت جبرئیل علیه السلام انم جامعه میگه که امر که می دکای کو اینی که میگم میگیرم در بولم شهر طائف میزنه برای که سانسورش کردن باورش نکردن ظلمش کردن با این مسجد عدوس دی رشتی مایده کردی چه مسجد آرامه همین اینجا خونه چشم همین خونهش مسجدش کردن همین عدوسا هندی بابای خان انا که کوچوش انگار خیلی این کوچو بابای خان نگاه که کوچوش دی خیلی همون شکلی همون شکل کی همین همین خیلی نگاه کردن همین خیلی که 1400 سال بیده همین خیلی 1450 45 سال شی اوه خیلی خیلی همون قداش دیگه این همین کوچه همون شکل شبیه همون شبیه همون راه ممکن همون راه باشه ممکن هم دیوانو باشه انا خیلی دیدی یا بی دیدی چه خیلی بهتر هستن ها رو خیلی دیوان کردگی که شهری همون وقت بود شهر وقت هم که کردگی انا میکه وقتی که سانسورش میکنه تو سرش خون میشه این میگه همین که ترامه که می باردو در بولم شهر طائف میزنه میگه شاید که دعا نمیکنه چه خیلی مثلا شما را گفتم قبل میگم خانم بابا خان یابی میگه پناهش با خدا کو فهمیدی ان همون و میگه از بهترین خوره خراب در همین شهر طائف شما سنتی جناب رسول صلی الله علیه و که هیچ وقت گپی قبل هیچ وقت دور بعد کردن در کار نیست هیچ وقت کردن وقتی که ما مسلمان هستیم ما ایمان داریم باید ما هیچ وقت گپی قبیح در شما حقارت نکنیم انا کانشون بده چه خیلی دیدی بابای خان این میکه اینا حاجی این میکه دیدی کالونا دتاکا بابای خان این مسجد حضرت علی فهمیدی در همین شهر طائف ده هم جوش بوای کردیم این اصل قدیمش قطعه هم اصل قدیمش قطعه دیدی اصل قدیمش قطعه دیگه که اینجا بیو اینو میگه اینجا میاد به سانسورش میکنن انگور همینجا میورا انگور همینجا میورا نگاه که این میگه حالا جبرئیل اینو که دیدی اون ما دیدی دیگه میگه تمام میگه در بولا شهر توی باید میزن رنگ قوم سامور این میگه باید در بولا شهر توی میزن نمیگه حضرت پیغمبر صلی الله علیه و سلام این میگه طائف برادر این میگه اونو که نشون که برادر اونو که دیگه اونو که وقتی که همین سانسورش میکنن نیستشون که وقتی که سانسورش میکنن حضرت جبرئیل علیه السلام میویا میگه که شتگی بدن این میگه شتگی این شتگی حضرت جبرئیل این میگه مسجد جا ممکنه در اومدن این میگه میویا میگه امر که او که با این میگه می بردون در بالا شهر طائف میزنه میگه نه شاید همینجا عالم همه آخرون مسلمان در همه لیکن از همه قوری قرآن بهترین همینجا همیان
همینجا انگوش میته اداس همینجا 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 دعام همینجا حاضر جبران همینجا اومده که حالا جبران همینجا اومده همینجا شیشتر که همینجا دکه همینجا یکی شده رقم کی داشت بای نکرد دعای بعد نکرد در گرامی نما در شهر طایف رفتیم تماشا کردیم شکرانه الله اومدیم بودیم اینجا میقات اینجا از میقات احرام را میپوشیم میریم انشاءالله طواف میکنیم در حق تو دعا میکنیم دعا باشه دستگیرتون نبود زنده و سربلند باشید